آقا پزشکیان شما که ماشاءالله دولتتان دست به تعطیلیش خوبه، یعنی هر چیزی یک کمره بالا تعطیل میکنه. مثلا سوز و سرما میره بالا تعطیل میکنه، آلودگی میره بالا تعطیل میکنه، مصرف برق میره بالا تعطیل میکنه، مصرف گاز تعطیل میکنه، هر چیزی یک ذره تکون بخوره تعطیل میکنه. و جسارتا این دلار سکه که این همه میره بالا برای چی تعطیل نمیکنه؟ منظورم اینه که بیان 2-3 هفته کلا دولت تعطیل کنه. چه اشکال داره؟ مثل اون زمانی که کلا رئیس جمهور نداشتیم قیمت ها ثابت بود، تعطیل کنی شاید به نتایج خوبی رسیدیم. آقا 3 هفته دولت تعطیل کنه، دست زن بچه رو بگیرن برن گشتی گذاری ایور اوور. و قرآن شاید مردم یکم نفسی کشیدن بهتر بود. آقا جهنم و زلر حقوقتانم بگیرن، ما که حسود نیستیم، بخورین نوش جانتان. راستی یادم نیست شما زن نداری آقا پزشکیان مجردی. آقا پزشکیان تو رو قرآن زودتر داماد شو. یعنی زن بگیری فکر کنم ما رو کمتر فشار بدی. منظورم اینه که وقتی زندگی باشه فشار زندگی رو درک میکنی، یه خورده شاید فشار مردم رو بفهمی، از روی مردم کم فشار رو برداری. چی گفتی؟